نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ای کسانی که ایمان آورده اید، برپا دارنده عدالت باشید، به خاطر الله گواهی دهید، هرچند به زیان خود شما یا پدر و مادر و نزدیکانتان باشد. الله سزاوارتر از کسی است که درباره اش گواهی می دهید، چه آن شخص فقیر باشد و چه ثروتمند. پس از خواسته های نفسانی پیروی نکنید که منحرف می شوید. و اگر به درستی گواهی ندهید یا از گواهی دادن روی بگردانید، بدانید که الله به اعمالتان آگاه است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.